کاکا عزیز، مراسم نکاح که بخیر تمام شد. ابی توفی ایران کننده که بخش آقا داماد در نظر گرفتی چیست؟ بله، سیم کارت مبارک اتصالات. چی میگو برادر؟ گفتی یک سیم کارت مبارک اتصالات؟ چی کمال داره؟ برادرم اتصالات است که ما رو با هم پیمان میده. چطور ممکن است؟ یک سیم کارت مبارک 150 افغانی میخری. 100 افغانی کردیت داره، 50 افغانی اصل قیمت سیم کارت است. آفرین. در هنگام خرید 3 شماره که معرفی می نماید از 8 صبح الا 10 شب فی دقیقه 3 افغانی و از 10 شب الا 8 صبح فی دقیقه 2 افغانی مصرف خواهد شد. در روزهای جمعه و رخصتی هم 2 افغانی. راستی مولیس یک چیز از یادتون رفت، مس نه اس از اتصالات در اتصالات 1 افغانی خرج برمی‌دارد. خداوند انشالله در این شب مبارک این سیم کارت مبارک برای همه ما نیک مبارک بگرداند. اتصالات نقطه پیوند.